ای برادر جهد کن تا تو نباشی بی نماز، روز و شب پرهیز کن از صحبتی آن بی نماز. صحبتی بی نماز را کجا میبرد؟ ترا دوزخ میبرد. آدم بی نماز، گفته حضرت حافظ، هر آن کسی که نیست در این حلقه زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. آدمی که در دنیا نماز نمیخواند، حضرت گفتند من فتوای را، من مفتی بی نمازا ما هستم، گفت من فتوا میبرارم که نامرده با وی جنازه کنید که وی در قطار مرده ها هست. وی آدم هلاک شدگی است. با آدم هلاک شدگی چگونه همنشین شویم؟ چگونه رفیقی کنیم؟ زن مخواه از بی نمازان، زن مخواه از بی نمازان، نیز وی را زن مده تا نگردی دوزخی از شومی آن بی نماز. حضرت میگوید وقتی داماد خانه شما قدم زد، ای